تا حالا شده بعضی وقتا هیچ احساسی نداشته باشی؟ نه شادی، نه غم، نه لذت. تو روانشناسی به این حالت میگن بی‌حسی عاطفی. این اتفاق زمانی میفته که ذهن شما برای مدت طولانی با استرس، فشار روانی، درد یا اضطراب دست و پنجه نرم کرده باشه. تو همچین شرایطی مغز ممکنه دکمه احساسات رو خاموش کنه. دیگه چیزایی که قبلا دوست داشتید خوشحالتون نمیکنه و دیگه دوست ندارید خودتون رو تو موقعیت‌های اجتماعی یا عاطفی قرار بدین. اطرافیانتون ممکنه فکر کنن شما سرد و بی‌تفاوت شدین، اما در واقع این یه مکانیزم دفاعیه و مغز شما تصمیم گرفته برای جلوگیری از آسیب دوباره احساسات رو سرکوب کنه. ممکنه شما به حرفهای خنده‌دار دیگران بخندین، اما تو اعماق وجودتون هیچ احساسی نداشته باشید. اگر شما هم در حال تجربه چنین چیزی هستید، بدونید که این به معنی بی‌اهمیتی شما نسبت به وقایع اطرافتون نیست، بلکه فقط ذهنتون داره از شما محافظت میکنه و راههایی برای حل این مسئله وجود داره. اگر دوست دارید درباره راهکارها و تکنیک‌های عملی مقابله با بی‌حسی عاطفی بدونید، پیشنهاد میکنم مقاله بی‌حسی عاطفی تو سایت روانو رو مطالعه کنید.